جنین توی کیسه‌ای که محتوای اون از مایع آمونیوتیک قوطه وره که اونو در برابر ضربه و عفونت‌ها مراقبت میکنه و به اون کیسه آب میگن. وقتی قشای کیسه آب سوراخ یا پاره میشه، مایع آمونیوتیک از طریق دهانه رحم و واژن خارج میشه. پاره شدن کیسه آب میتونه خطرایی رو برای جنین به وجود بیاره. من توی این ویدیو در مورد علائم پارگی کیسه آب و مراقبت‌های لازم در صورت بروز این مشکل توضیحاتی دارم. پس تا آخر این ویدیو همراه هم باشین و هر کجا که دیدین واسهتون مفید بوده لایک کنید و برای حمایت از من یه دونه کامنت بذارین و برای دیدن بقیه ویدیوهای من دکمه سابسکرایب رو بزنید. کیسه آب اکثر خانوما به طور طبیعی توی پایان مرحله اول زایمان پاره میشه. زمان زایمان اغلب با انقباض مایچه‌ها شروع میشه، اما گاهی این کیسه میتونه پیش از شروع انقباضات مربوط به زایمان هم پاره بشه. به این اتفاق پارگی زودرس کیسه آب میگن. پارگی زودرس کیسه آب اگه قبل از 37 هفته اتفاق بیفته خطرناکه. پارگی کیسه آب به معنی خروج زیاد و کامل حجم مایع از واژن نیستش، بلکه ممکنه یه رطوبت ساده مثل نشت کمی ادرار باشه. توجه به نوع ترشحات واژن میتونه به شما در تشخیص به موقع پارگی کیسه آب کمک کنه. توجه کنید که مقدار مایعی که از بدنتون خارج میشه متفاوته. ممکنه بسیار کم یا خیلی زیاد باشه. رنگ مایع آمونیوتیک تقریبا شفاف و مایل به زرده، اما امکان داره مقداری خون هم توی اون وجود داشته باشه. اگه فکر میکنید که کیسه آبتون پاره شده، سعی کنید خونسرد باشید و با اورژانس تماس بگیرید یا هرچه سریعتر خودتون رو به بیمارستان برسونین. در صورت خروج مقدار زیاد آب هم بهتره که هرچه سریعتر به پزشکتون مراجعه کنید. مراقبت‌های پزشکی بعد از پارگی کیسه آب چیه؟ زمانی که کیسه آبتون پاره میشه، پزشک پیش از هر چیزی ابتدا وضعیت عمومی سلامت خودتون و کودکتون رو ارزیابی میکنه. پزشک ممکنه از شما سوالاتی مثل این که وقتی که کیسه آبتون پاره شد چقدر مایع از بدنتون خارج شد، کم بود یا زیاد، یا مایع خارج شده چه رنگی بود، یا علائم شروع انقباض مثل گرفتگی عضله رو دارین یا نه. اون همچنین برای اطمینان داشتن از سلامت کودکتون به ضربان قلبش گوش میده. توی این مرحله معمولا نیاز به بررسی از طریق واژنتون نیست، اما ممکنه پزشکتون برای بررسی میزان خروج آب معاینه واژن رو انجام بده. اگر بعد از هفته 34 بارداری و در صورتی که انقباضات رحمیتون شروع نشده باشه کیسه آبتون پاره بشه، پزشک انتخابایی که میگم و داره. در اولین فرصت نسبت به زایمان با روش القاء زایمان اقدام میکنه یا 24 ساعت صبر میکنه تا شاید بدون نیاز به روش القاء زایمان شروع بشه. انقباضات زایمان احتمال داره 24 تا 48 ساعت بعد از پاره شدن کیسه آب شروع بشه. بنابراین احتمالاً پزشکتون توصیه میکنه که پیش از زایمان به روش القاء 24 ساعت صبر کنین. اگه بارداری در هفته های 25 تا 34 باشه، مادر باردار برای مراقبت بیشتر توی بیمارستان بستری میشه و توی این مدت علاوه بر دریافت مایعات، علائم حیاتی مادر و جنین هر 4 ساعت یک بار کنترل میشه. همچنین معاینات شکمی هم برای بررسی میزان انقباضات و حساسیت رحم انجام میشه. خب ممنونم از نگاه زیباتون که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. اگه تا الان واسهتون مفید بوده ممنون میشم که یه دونه لایک کنید و برای حمایت از من دکمه سابسکرایب رو بزنید و یه دونه کامنت هم واسم بذارین. و اما ادامه موضوعمون، اگه بعد از هفته 37 بارداری هستین و بیشتر از 48 ساعت از پاره شدن کیسه آبتون میگذره و هنوز انقباضات زایمان شما شروع نشده، باید هرچه سریعتر در مورد اقدامات بعدی تصمیم بگیرید.
چون که هرچی فاصله میان پاره شدن کیسه آبتون و تولد نوزادتون بیشتر بشه، خطر ابتلا به عفونت شما و کودکتون زیاد میشه. پزشک میتونه فوراً زایمان رو با روش القا آغاز کنه. زایمان به روش القا دردناکتر یا سختتر از زایمان طبیعی نیست و شما توی این روش هم تجربه نزدیک به زایمان طبیعی رو دارین و از همون روش‌های کنترل درد زایمان طبیعی برای شما استفاده میشه. اگه بعد از پاره شدن کیسه آب منتظر شروع طبیعی زایمانید، باید وضعیت شما تحت نظر قرار بگیره. در این زمان کنترل مواردی مثل کنترل ضربان قلب و حرکات جنین هر 24 ساعت و تغییر در دمای بدن هر 4 ساعت یک بار برای بررسی وجود تب و تغییر رنگ و بوی ترشحات مایع آمونیوتیک لازمه. در صورت وجود هر گونه تغییر در وضعیت حرکت و ضربان قلب جنین یا وجود نشونه‌های عفونت مثل تب و لرز، پزشک به سرعت القاء زایمان آغاز میکنه. بعد از تشخیص عفونت، پزشک آنتیبیوتیک رو به صورت تزریق وریدی برای شما تجویز میکنه. لازمه که سریعا با روش القاء زایمانتون رو انجام بدین. این اقدامات به حفاظت از جنینتون کمک میکنه. اگه دارای هیچ کدوم از این علائم عفونت نباشید و به صورت طبیعی بعد از 24 ساعت پس از پاره شدن کیسه آبتون زایمان کنین، ممکنه برای مراقبت بیشتر لازم باشه نوزادتون در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان یا NICU برای مدت کوتاهی بمونه. با این کار میتونه نوزادتون رو برای بررسی علائم عفونت احتمالی در نظر بگیره. خب ما توی این ویدیو به علائم و نشانه و خطرات احتمالی پاره شدن کیسه آب پرداختیم. اگه تجربه ای از پاره شدن کیسه آب دارین توی قسمت کامنت ها واسم بنویسین که بقیه مامانا هم ببینن و از نگرانیشون کم بشه و سوالی هم داشتین میتونین توی قسمت کامنت ها از من بپرسین. برای حمایت از من لایک کنید و برای دیدن بقیه ویدیوهای من دکمه سابسکرایب رو بزنید. زنده باشید. خدا نگهدارتون.